اندازه عرض الگو تا زدیم. ببینید عرض الگوی من انقدر هست. به اندازه عرض الگو من تا زدم. قسمت خط مرکزی پشت و جلو دلای بسته کار باید قرار بگیره. پس من روی دلای بسته کار قرار میدم. قسمت پایین کار اگر سرکجی داره سرکجیش رو قیچی کنید و بعد به اندازه 1 سانت جادوخ لحاظ کنید. کار رو به این صورت قرار بدید و دور تا دور کار رو برش بزنید. ابتدا ما قسمت پشت کار رو برش میزنیم. خب قسمت پشت یقه پشت رو اول برش میزنیم. به اندازه 1 سانت تا 1.5 سانت از پهلو، حلقه، سرجانه و یقه جادوخ لحاظ میکنید و کار رو برش میزنید. بعد از اینکه این قسمت کار برش خورد، شما قسمت گوده یقه رو قیچی میکنید، قسمت تیکه پشت رو اینجا دوریز میشه و دوباره الگو رو میسازید و دوباره به همون اندازه 1 تا 1.5 در قسمت پهلو، حلقه، سرجانه، یقه جادوخ لحاظ میکنید و کار رو برش میزنید. آستین رو هم به راه خواب پیپیتون میذاریم. قسمت مرکزیش رو دلای بسته قرار میگیره. پهلو، حلقه و قسمت مچ رو به اندازه 1 تا 1.5 جادوخ لحاظ کنید و کار رو برش بزنید. بعد از آستین میریم سراغ کلاه کار. برای کلاه کار شما باید در قسمت تیکه بالا برش بزنید. میتونید از این قسمت کار رو برش بزنید. به این صورت کار قرار میگیره. به اندازه 1 تا 1.5 جادوخ لحاظ میکنید و کار رو برش میزنید. دو بار باید همین رو 2 بار پهن کنید و این قسمت رو برش بزنید. بعد از کلاه هودیمون جیبش در میاد که برای جیب کار هم شما میتونید از قسمت هایی که اضافه کار هست کار رو برش بزنید. بعد از جیب میریم برای قسمت شلوار کارمون. شلوار هودیمون که دقیقاً خط مرکزی وسطی که کشیدیم رو با خط قسمت لبه دلوی پارچمون راستاگیری میکنید قشنگ از پایین تا بالا. بعد که راستاگیری کرده مثلا کمر، فاق‌ها، قسمت وسط پا و قسمت دم‌ها رو به اندازه 1 تا 1.5 جادوخ لحاظ میکنید و کار رو برش میزنید. دقت کنید راستاگیری دقیق باشه. برای قسمت جیب و قسمت نوار پایین هودی و قسمت مچمون و قسمت پارچه‌ای که اضافه اومده شما میاد به راه قشنگ کار رو بعضی پرسه که ما کم کردیم 2 برابر چه 10 سانتی 2 سانتی 52 چه 12 سانتی و لبه پایین نوار 12 سانتی به اندازه قسمت لبه هودیمون برش میزنیم. برای مثال الان اینجا ما لبه کارمون 24 دقیقاً 24 سانت دیگه میشه 48 سانت. شما باید این رو به این صورت دلا کنید. ببینید میشه 4 لا. درسته؟ 1 2 3 4 لا. 4 لا میشه دقیقاً اندازه ببینید قسمت نصف هودی ما 1/4 هودی ما. خب شما از اینجا به اندازه 12 سانت علامت میزنید و قیچی میکنید. اینجوری میشه برای لبه پایین هودیمون. و تیکه بالاتر واسه قسمت مچی آستینمون. قسمت مچی آستین هم باید 2 برابر باشه که میشه این 1 دونه و این 1 دونه میشه نصفه. به اندازه قسمت دور مچمون به پهنای 12 سانت. یه 12 سانت دیگه هم برش میدیم برای قسمت مچی آستینمون و بعد میمونه برای قسمت دمپا. قسمت
پهنای شلوارمون رو هم که این قسمت هست دقیقاً به پهنای 12 سانت برش میدید به اندازه پهنای دور مچمون، به اندازه دور مچ پهنای 12 سانت 2 تا برش میدید. این هم از قسمت مچی و قسمت لبه هودی کارمون. برای جیب کارمون هم که این قسمت رو شما کپی میکنید و این تیکه رو این قسمت روی دلای بسته برش میخوره. یک بار روی دلای بسته کار برش میدید. برای مثال ببینید من از اینجا بخوام برش بدم باید این قسمت رو طوری بزنم که اینجا رو دلای بسته قرار بگیره، درسته؟ یا میتونید این کاغذ رو کامل برش بزنید و روی هودی بزنید و روی پارچه بزنید و کار رو برش بزنید. این از برش کارمون. حالا میریم برای دوختمون.